از این ورا صفا آوردید. من دارم میرم بازار هفتگی. بازار هفتگی میدونید چیه اینجا؟ فکر کنم بدونید خیلیاتون. یه سری بازارهای هفتگیه که توی هر محله یه دونه هست و یه روز خاصه. مثلا توی محله ما سه شنبه هاست. خب امروز سه شنبه است. بعد بازار چیه؟ بازار میوه و سبزیجاته. ببینید فکر کنم مستقیم از سر زمین میارن، نمیدونم، ولی انقدر خوشمزه، تازه و ارزونه. من آخرین بار و اولین بار همون 8 ساله پیش که اومده بودم ترکیه با دوستان میرفتیم بازار هفتگی محلمون، کلی خرید میکردیم واسه هفتمون. ولی این 7 سال اصلا نرفته بودم دیگه. الان فهمیدم اطراف خونم بازارش کجاست. هفته پیش رفتم، ببین خیلی خوب بود. مثلا اینجوری بهتون بگم، اگر با 1000 لیر شما توی مثلا مارکت، چون اینجا چیزی به اسم میوه فروشی نداره، تست تا تک و توک اصلا خیلی رایج نیست. توی مارکت که مثلا میوه سبزیجات میخرید، اگه با 1000 لیر مثلا بتونید 2 تا میوه بخرید و مثلا 2 تا سبزیجات، مثلا اونجا با 1000 لیر میتونید 6 مدل میوه بخرید، 7 مدل سبزیجات. به خدا اگه اقرار کنم، یعنی من هفته پیش بذار اینجوری بهتون بگم 600 لیر نقد داشتم. 600 تا میشه مثلا 2 تومن اینا. خب بعد چیا باهاش خریدم؟ گیلاس، توت فرنگی، زردالو، انگور، آووکادو، پرتقال، زیتون خریدم، خیار، گوجه گیلاسی، بازم بود. به خدا فکر کنم یکی 2 مدل دیگه هم چیز گرفتم. همش 600. یعنی اون 600 رو شما برای مارکت 2 تا میوه میده، میگه برو. خب و خیلی خوشم اومد، خیلی باحال بود. دیگه گفتم از این به بعد هر هفته که تونستم میرم. الانم دارم میرم. خب ظهر گرمه ساعت 1. خب آبمو برداشتم. اینم بهتون بگم بچه، یکی از بهترین خریدای 1 سال اخیر من بوده. این برند سوکو خیلی باحاله، خیلی ترند شده. بعد ربطی به ترند شدن نداره ها. میبینین اینجوریه شله. اینو خیلی ها مثل من که مثلا مشکل اینو دارن که مثلا بطری داری ولی همیشه نمیتونی تو کیفت جا کنی، یا مثلا ماشین نداری که راحت جا به جاش کنی و میذاریش گوشه خونه. این برای اون خوبه. آب میخوری، هی حجمش کم و کمتر میشه تا وقتی که به یک ورقه تبدیل میشه و میتونی تاش کنی، حتی بذاری جیبت. خیلی خوب بود و تقریبا 600-700 لیره قیمتش. با توجه به رنگش قیمتش عوض میشه. اینجوری رنگای پاستلی خوشگل داره، 2-3 رنگه داره، اینجوری طرحدار داره. بعد یه سری اکسسوری هم داره، مثلا کیف داره اگه بخواد یه ذره ادایی باشه، یا مثلا دورش یه چیزی داره که میبندی دورش، اینجوری میتونی دستت بگیری. خیلی راضی بودم و به هر کی پیشنهاد کردم بودم رفت فرداش خرید و راضی بود. اینم از این. بریم ببینیم مارکت چه خبره. میخوام بهتون نشون بدم. ببینید بچه‌ها، بازار اینجاست. خیلی خوبه و تازه و همه چی هست و جالب انگیزه. نگاه کنید، خیلی همه چی تازه و باحاله. گیلاس گرفتم. Very nice. اینم خودشه. Başka isteğin? Yok, teşekkür ederim. نشسته حلاله. گیلاس و از آلوها. بعد من کاری که میکنم از هر کدومشون یه چیز میخرم، با اینکه هر کدومشون همه چیزو دارن. دوست دارم پولم تقسیم بشه بینشون، همشون خرید بشه. بچه ببینید چقدر خرید کردم. I hear you been asking about me, where I've been and where I sleep. It's hard to find me if you really want to. Turns past that takes a cool sign. Same bobcat, same old boots. Trying to outrun the fall. بچه ها guess what؟ امروز تصمیم گرفتم که put my shit together and take my ass to the gym. بعد مدت ها
نمیدونم واقعا خسته شدم از این حالت افسردگی و بدون فعالیت و کرخت و اینجوری دیگه. خودم حضور کردم که بیام باشگاه و میخوام این شکم چیه اینو بردارش کنم و عضله بیشتری بسازم چون که نمیاد. Say it louder. Feel the moment, feel the power. Bring the animal back to life. Bring the energy one more time. If you feel like letting go, you can take control. You can turn this all to something beautiful where you feel life gets you down, 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 gets you down, down, down. Say it louder, say it louder. Feel the moment, feel the power. Bring the animal back to life. Bring the energy one more time. Bring the energy one more time. Bring the energy one more time. Say it louder, say it louder. You're the question, you're the answer. Bring the animal back to life. Bring the energy one more time. If you feel like letting go, you can take control. You can turn this all to something beautiful where you feel life gets you down, 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 gets you down, down, down. Say it louder, say it louder. بچه ها یارو عوضش نکرده. چی آخه؟ یعنی چی واقعا؟ یه هفته دیگه باید صبر کنیم. بچه ها میخواستیم اینو ببینیم ولی من تریلرش دیدم از این فیلم های یواش بد چیز بود که دوربینش های تکون میخوره اینجوری مستند داری خوشم نمیاد. اینو میخوایم ببینیم دیپ وا. I've got a random. Meet you guys at the gate. خوش دیپنا. Go ahead. Doesn't it go? Level 10 fast. داستان شد. Yes, it does. امروز یک انرژی مضاعفی دارم. به چه دلیل؟ به این دلیل که خیلی روز زیباییه. خیلی روز زیباییه. روز دفن موشلیه. موشلی که چه عرض کنم؟ پودر موشلی. بیچاره موشبلی خیلی مدت بهش توهین کرد واقعا. یه نفر این کامنت رو برای من گذاشت و منم دیدم که بیرا نمیگه. واقعا بیچاره موش. بعد چیز خیلی عجیبه که 250 سالگی آمریکاست. 4th of July روز فکر کنم استقلال آمریکا میشه نمیدونم یه همچین چیزی و عروسی تیلور سویفته بچه ها. یعنی من توی این سه تا اتفاق خیلی بیشتر مشتاقم ببینم که عروسی تیلور سویفت چطوری میگذره چون که من خیلی از کلمات که یاد گرفتم یه مقداری از لول زبانم و مدیون ایشون هستم و میخوام ببینم ملت چی میپوشن تو عروسیش چی میشه. حالا میخوام موهامو ببافم جمع کنم برم باشگاه. دیروز نرفتم وقتی پریود شدم و خیلی سخت بود روز اول واقعا. اومدم برم دیدم ول کنه میشه. حالا خیلی زور نزن دیگه. حالا در این حد دوباره یک ویدیوی دیگه و یک موزیک دیگه روی زبون من افتاده. یه موزیک از ترند شده روی گربه ها میذارن میگن پاشا بشو بیا نانایی کن دستتو بالا و بای بای کن. این افتاده تو دهنم و دیشب ای دارم میخونم خدا رحم کنه. بای بای کن پاشا بیا نانایی کن دستتو بالا و بای بای کن. بچه ها تو لایف گفتم ولی خب چون همه نبودن اینجا بگم من دیدیم چه تغییری کردم. اینجا که توجه نکنین خواب ماه من خیلی بده همیشه شاخ میمونه رو هوا. من چه تغییری کردم
تره نکردم. رفتم چیز زدم، فیلر زدم یه خورده به جالاینم، بعد به نظر خودم هیچ تغییری نکرد. البته کم زدم و خودم تاکید کردم که تغییر میخوام. هیچ تغییری به نظر خودم نگاه نکرد. این قبله یا شاید چون سایه میفته، شاید نمیدونم بهتره باشه، تو واقعیت واقعا چیز خاصی نیست. حالا یعنی اینو کی زدم؟ هفته پیش زدم، 6 روز پیش. فردا دوباره قراره برم یه مقدار از فیلری که برام باز کردن مونده اونو برم دوباره مثلا بزنم، به خاطر اینکه اونم کمه، بازم خیلی قرار نیست تغییر بکنه، ولی حالا از این بهتره، یه ذره شاید مشخص بشه. خب اینجا ریدم، ببخشید. بوب پاشو بیا نانای گل هیدر خامنه ای پرپر. وای باورم نمیشه اینا رو که میذارم بعضی چیز میکنن آنفالو به خاطر توهین به مقام معظم رهبری. بعد من میگم واسه سر خودم بکنم و من بهشون میگم چی توی من دیده بودید قبلا که مثلا فالو کرده بودید، مثلا چیه من بهش میخورد که مثلا حمایت بخوام بکنم از این قاتل. خیلی عجیبه. مثلا میام میرسم قبلا دوست داشتیم، به خاطر این کارت بدمون اومد، خدا منو سوس کنه اگه تو منو دوست داشتی. اوه نمیشه دستم شکست. چرا نمیشه؟ بچه ببین من اینو از چی میبینم؟ نکن یه لحظه این باید اینجوری باشه. خب اینجوری چون این ورش اینجوری باید ببین تو هوا. من یه بار خرج شدم کی بود؟ 20 سالم بود، 19-20 سالم بود، ایران دانشجو بودم. خب و من موهام تا کمرم بود، خیلی موقع جدی میگم روشن‌تر بود. خب یعنی مثلا قهوه‌ای روشن بود. بعد چیز شد رفتم موهامو چیکار کردم پیش نمایشگر زن، این ریانا بود مدل قدیمیش، یه طرف بلند گذاشته بود یه طرف ماشین زده بود. من اون سال دلم خواست، با اینکه مد افتاده بود دلم خواست این کارو کنم. بعد این ور بلند گذاشتم، این ور که میگم نگاه خوابش بده، این ور برای ماشین زد. بعد این انقدر بد زده بود، موهای من همش اینجوری بود، فکر کن کوتاه پسرانه و هر کدوم یه بر. بعد چیکار کردم؟ انقدر بد بود رفتم یه آرایشگر مرد پیدا کردم، کلا ماشین زدم کردم. اینجا ماشین زدم، اینجا یه ذره گذاشتم. از اون موقع به بعد احساس کنم این اتفاق واسش افتاده. ای بابا نگاه کن، وای دستم خسته شد. ببین چیکار کنم؟ خورده میخوام خیسش کنم، شاید بهتر شد. خب این دفعه باید بشه. همیشه میخوام این ور رو بافم، همین بساطو دارم و من خیلی باف دوست دارم. اینقدر دستم اذیت میشه، خسته میشه، میگم ولش کن. خب آیون ولش کن. من امروز روز چیزم هست توی ایران، روز دماونده. آره واقعا حیف نیست روزه. البته چرا یک روز فرخنده است که دائما گذاشتنش توی این روز دماوند، یعنی در واقع چال کردن پودروی خودش یه روز فرخنده حساب میشه. نه خیلی نباید منفی نگاه کنیم، چون که یکی از آرزوهامون تیک خورد. اوی همچنان اینجاش بده ولی دیگه قرار نیست نوازش کنم. پاشو بیا نانایی کن، دست تو بالا و بای کن. پاشو. خب یه خیلی اینجوری کلمو نمی کنم که بشنم بارم حسام خود بشه. اینم از لباسم یک تیشرت ساده پوشیدم و یک شورت ورزشی که معلوم نیست، گشاد راحت پاشم برم ورزشم بکنم. امروزم میخوام همچنان فول بادی بزنم، همه عضلاتم درگیر بشه که سریع دردشو بگیره، تمام بشه بره، خیلی طول نکشه تا بعد بیفتم روتین این که حالا هر جلسه یه سری عضلاتو درگیر کنم. امیدوارم خوشتون اومده باشه از یک ولاگ ساده زندگی ساده من. ویدیو بعدی احتمال 90% قراره یک سورپرایز و متفاوت باشه. امیدوارم دوستش داشته باشید. دوستتون دارم. خدافظ.